در خدمت سرکار خانم پناهی هستیم، ادوار محترم انجمن اسلامی علامه. خانم پناهی خیلی خوش اومدید. اگر سلامتی خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم. سلامت بشین ان شاء الله. خانم پناهی وقتی اسم انجمن علامه میاد، یکی از اسم‌هایی که فکر می‌کنم تأثیر گذاری خیلی زیادی توی شکل‌گیری انجمن علامه داره شما هستید. می‌خوام ببینم این سیر از کجا شروع شد؟ فکر می‌کنم اول انجمن حکمت رو تأسیس کردید و بعد به انجمن اسلامی که الان داریم رسیدید. این ماجرا انجمن حکمت چی بود؟ خب راستش ما از اول ماجرا که وارد دفتر تحکیم شدیم، این همیشه گوشه ذهنمون بود که دوباره اون انجمن علامه رو که سابقه تاریخی داره در دفتر تحکیم و در اتحادیه رو پس بگیریم. اما خب با توجه به شرایط موجود و حالا ماهیت خودمون انجمن علامه که اون زمان داخل دانشگاه فعال بود، چنین چیزی برای ما متصور نبود فعلا. تا رسید به حدوداً سال 97 و حالا آقای سفرپور ادوار انجمن امیرکبیر که علامه قبول شدن، ما دیگه تصمیم گرفتیم که در یک قالب دیگه ای کارو جلو ببریم و خودمون یک انجمن اسلامی دیگه ای تأسیس بکنیم. اصلا امکان نبود اون موقع انجمن اسلامی علامه رو احیا کنید؟ نه، امکانش نبود، به خاطر اینکه انجمن علامه یک ماهیت امنیتی داشت و در کل نمیذاشتن که خلاص انجمن علامه شکل بگیره. هم نمیذاشتن شکل بگیره، همین که اصلا اون موقع انجمن حتی عضو پذیری هم نداشت. یعنی انجمن در این مقدار بسته بود که حتی عضو هم نمیپذیرفت و تنها کسایی وارد این انجمن میشدن که توصیه شده از بیرون دانشگاه بودن از طرف دبیر وقت اون انجمن. و ما تصمیم گرفتیم که خودمون یک انجمن تأسیس بکنیم به نام انجمن اسلامی حکمت. این نام رو هم به این دلیل انتخاب کردیم، هم یک قرابت معنایی با خود دانشگاه علامه و فضای علوم انسانی داشت، هم اینکه ماهیت ما رو به طور مضاعفی نشون میداد به بچه‌ها. از اون لحاظ که حالا خود شما هم میدونید وقتی یه انجمن اسلامی میخواد شکل بگیره، اگر که عضو اتحادیه‌ای نباشه یک پسوندی داره و معمولا این انجمن‌های اسلامی طیف مقابل هستن که یک پسوندی اضافه میکنن به این انجمن اسلامی. ما تصمیم گرفتیم یک اسمی بذاریم که حالا هم فضای دانشگاه بخوره بالاخره، با فضای دانشگاه و خودمون داشته باشه و به اسم حکمت رسیدیم. بسیار. و این شد که انجمن حکمت با تلاش‌ها و واقعا کمک‌های حاج آقا اکبری اقدم مسئول نهاد دانشگاه و آقای سفرپور شکل گرفت و ما تونستیم. آقای سفرپور دبیر انجمن اسلامی حکمت هم بودن درسته یا نه؟ بله، دوره دومش. دوره دوم انجمن ایشون دبیر بودن و انجمن دیگه تونست شکل بگیره و ما بعد از حالا اون انجمن حکمت به خود انجمن اسلامی رسیدیم. فکر کنم رفقایی که تحکیم هستن این تیتر رو خیلی زیاد دیده باشن که انجمن علامه آزاد شد. خرداد ماه امسال این خبر مسرت بخش واقعا دل همه تحکیمی‌ها رو شاد کرد. این که چی شد انجمن حکمت تبدیل به انجمن اسلامی دانشجویان شد هم اگه برامون شرح بدید، چون میدونم که در ابتدای مسیر خب بالاخره دولت همسویی نبود و خیلی شما اذیت شدید، یه حرفایی میشنیدید و بالاخره این اتفاق خیلی سخت رقم میخورد. میخوام ببینم که دقیقاً چی شد که از حکمت تونستی تبدیل کنید انجمن به انجمن اسلامی دانشجویان؟ یه مدت که دیگه جلو رفت فعالیت انجمن و کارهای انجمن، هم ما تونستیم جذب داشته باشیم بین بچه‌ها و دیگه نفراتی رو پیدا کردیم که تونستیم کار رو به دستشون بسپریم. هم کمک بچه‌هایی که تازه وارد انجمن شده بودن خیلی موثر واقع شد و هم کمک‌های دفتر نهاد علامه و دکتر زرگر و ما تونستیم که مسئولیتی دارن دکتر زرگر دانشگاه؟ بله، ایشون مدیر تحصیلات تکمیلی هستن و از ادوار اتحادیه. ما تونستیم که مجدداً انجمن رو احیا بکنیم که از چند تا مجرا صورت گرفت این احیا. اول از همه این که انجمن سابق و انجمن علامه با توجه به همون رویکرد امنیتی که داشت و عضو پذیری نداشت کاملاً از بین رفته بود و هیچ دبیر، هیچ شورای مرکزی باقی نمونده بود توی اون انجمن که بخواد اصلا فعالیتی توی اون انجمن شکل بگیره یا حتی کسی بالای سر انجمن باشه. یکی از دلایلی که دانشگاه با ما راه اومد سر بازپسگیری انجمن در واقع همین مسئله بود و حالا کمک‌های واقعا نهاد هم در اینجا خیلی موثر بود، بی‌تأثیر نبود که ما تونستیم مجدداً انجمن اسلامی علامه رو پس بگیریم و اونو به خونه اصلی خودش به اتحادیه دفتر تحکیم برگردونیم. زمانی انجمن علامه کاملا غیر قانونی و
خودخواسته خارج شده بود از اتحادیه و البته این خروج هم هیچ وقت توسط اتحادیه به رسمیت شناخته نشده بود و هیچ وقت اتحادیه این خروج رو نپذیرفته بود و خوشحالیم که حالا توی این دوره ما تونستیم که این کار رو انجام بدیم. واقعا خدا رو شکر. واقعا و انجمن به اتحادیه برگرده. فکر می‌کنم هر کسی خلاصه اون زمانی که تحکیم هنوز این راه ثابت خودش رو پیدا نکرده بود، می‌خواستم بگن شما کدوم طیف تحکیمی، اگه میگفت علامه میفهمیدن اصلاح طلبه و با برگشتن این انجمن اسلامی خیلی تو برندینگ تحکیم هم تاثیر گذاشت. خانم پناهی، من اطلاع دارم که شما توی دوران دانشجوییتون تقریبا همه جا فعالیت کردین. خلاصه کسی بودید که خیلی فعالیت زیادی داشتید، پرتلاش بودید. میخوام ببینم که چی شد اصلا انجمن اسلامی رو انتخاب کردید؟ چرا تحکیم؟ من در وهله اول ادوار بسیج محسوب میشم، ادوار بسیج علامه و شاید در درجه بعدیش میتونم خودم رو ادوار انجمن معرفی بکنم. تحکیم رو هم به دو دلیل دوست دارم. یکی به خاطر اون ریشه تاریخی تحکیم و به خاطر هویت خود اتحادیه دفتر تحکیم که کاملا گره خورده جنبش دانشجویی ایران با نام دفتر تحکیم وحدت که مثل لازم و ملزوم میمونن، مثل اینکه اگر که شما نام تحکیم رو از جنبش دانشجویی ایران بگیرید تا یک حد خیلی زیادی توهین میشه از معنا و من همیشه تحکیم رو به خاطر تاریخ پرفراز و نشیب و تاریخ پر افتخارش دوست داشتم. دلیل دومش هم تفاوت دفتر تحکیم با سایر اتحادیه هاست و من تحکیم رو بسیار عمقی‌تر، بسیار پرمعناتر در فعالیت که انتخاب کردید که انجمن علامه هنوز شکل نگرفته بود. میخوام ببینم درسته، من قبل از مسیر خیلی سختی بود. میتونید تو بسیج بمونید، یه ادوار خیلی خوب باشید، خیلی صاف و ساده بیایید برید، ولی چرا تحکیم که این همه دردسر داشت برای تأسیسش؟ من روحیه شخصی خودم به فضای فعالیت تو انجمن اسلامی نزدیکتر بود تا بسیج و اینکه چون از قبل از اینکه دانشگاه قبول بشم من تحکیم رو میشناختم و حالا حضور یکی از دوستان نزدیکم تو انجمن امیرکبیر هم باعث شد که من خیلی با این فضا آشناتر بشم. خیلی کمک کرد به این مسیر که من بیشتر با تحکیم گره بخورم توی فعالیت دانشجویی، اما همچنان بیشتر اون چیزی که توی دانشگاه از من دیده میشه و یاد میشه همون ادوار بسیج بودن تا ادوار انجمن اسلامی. یک چیزی که دوستان شما حالا قبل برنامه باشون گفتگو کردیم اظهار می‌دارن اینه که شما خیلی ارتباط خوبی با بقیه تشکل‌های علامه دارید، داشتید و دارید. میخوام ببینم خب بالاخره یکی از مشکلات ما تو سطح جنبش دانشجویی ارتباط برقرار کردن تشکل‌های مختلف در یک دانشگاه. میخوام اگر که نکته‌ای دارین در مورد مدیریت این فضا، چجور میشه تو یک دانشگاهی که پر از افکار مختلفه و تشکل‌های مختلف انقلابی حتی دارن کار میکنن، چطور میشه فضا رو مدیریت کرد؟ راستش حالا تشکل‌های همسو که به کنار، من خیلی با فضای انجمن اسلامی اون موقع علامه و انجمن آزاداندیش علامه با بچه‌هایی که توی این دوتا انجمن بودن تو سطح شورا مرکزیشون خیلی فضای دوستی داشتن. بیشتر فضامون خیلی رفاقتی بود و حداقل بپرسم تشکیلاتی بود، یعنی به خاطر این بود که یک آورده ای ازشون بگیرید یا نه صرفاً دوستی بود؟ صرفاً فضای دوستی بود. من با مسئول دبیر سیاسی انجمن آزاداندیش یه بار ما کربلا با هم رفته بودیم، یعنی یه همچین فضایی با هم دیگه داشتیم، با اینکه کلاً دو نقطه مقابل هم دیگه بودیم از لحاظ فعالیت سیاسی و اعتقادی، ولی کاملاً با هم دیگه دوست بودیم و هنوز هم هستیم. ما خیلی فضا رو دوستانه جلو می بردیم. البته یه نکته‌ای که به نظرم اینجا باید تفاوت قائل شد با فضای تشکل‌های مقابل الان، اون موقع انجمن اسلامی علامه و انجمن آزاداندیش علامه همیشه یک سری حریم‌ها رو رعایت می‌کردن، یعنی هم بچه‌های مذهبی بودن، یعنی اصلاح طلب‌های مذهبی بودن که در فضای دانشگاه داشتن فعالیت می‌کردن و همین که ما هر چقدر هم که با هم دیگه اختلاف نظر داشتیم، هیچ موقع مثل فضایی که بعد از شهریور ماه سال گذشته پیش اومد توی دانشگاه‌ها، هیچ وقت به هم بی‌حرمتی نمی‌کردیم، نسبت به هم دیگه فضای بی‌احترامی نداشتیم. این خیلی توی روابط ما مؤثر بود. اما حالا خودم الان چون دوباره دانشجو هستم، فکر می‌کنم که
دیگه اون فضا خیلی وجود نداره تو تشکل‌های مقابل ما، یعنی کاملا اون فضای احترامه از بین رفته و یک سری شاید بگم جوان اوسیانگر کاملا اوسیانگر تعبیر جالبی، هیچی از احترام برای طرف مقابل سرشون نمیشه وارد میتونید دانشگاه برام مصداق شدن. بیارید یعنی چه احترام نمیگذارن به هم؟ ببینید میگم حالا ما اون فضایی که با بچه‌های تشکل‌های مقابل داشتیم، هر چقدر که ما با همدیگه از نظر سیاسی مشکل داشتیم، با انجمن آزاداندیش، با دبیر انجمن آزاداندیش آقای کربلایی یا حتی همین خانومی که گفتم دبیر سیاسی انجمن بودن، با اینکه کاملا رویه همدیگه رو میدونستیم که ما دقیقاً نقطه مقابل همدیگه قرار داریم، اما هیچ وقت زبان به بی‌احترامی نسبت به هم باز نمی‌کردیم. اما شما خودتون شاهد بودید که پارسال چه الفاظی توی دانشگاه شنیده میشد و چه بی اخلاقی هایی بچه‌ها نسبت به هم دیگه میکردن و این کاملا با دوران ما، با اینکه خیلی هم نگذشته از دوران من که دانشجوی کارشناسی بودم، ولی خیلی تفاوت پیدا کرده. یعنی فکر میکنم الان دیگه نمیشه فضا رو اونطور رفاقتی جلو برد با انجمن‌های مقابلمون، در صورتی که اون موقع نه چنین فضایی وجود نداشت و اتفاقا خیلی احترام ها بینمون برقرار بود، ولی الان حقیقتا چنین فضایی توی دانشگاه نیست. حالا اینو خانم پناهی فرمودن، من یاد خاطره افتادم زمان امیرکبیر. من ورودی جدید که بودم، یکی از چیزایی که واقعا منو جذب کرد، حالا اون زمان آقای مهدی ایرانپوری مسئول بسیج دانشجوی امیرکبیر بودن و آقای علی فرخی دبیر انجمن. یکی از چیزایی که منو جذب کرد همین بود که این دو نفر همش با هم هماهنگ بودن و سر تجمع‌ها با هم به اصطلاح شور می‌کردن، برنامه می‌ریختن. این اتحاد خیلی برای من جذاب بود و چیزی که شاید الان توی خیلی از دانشگاه‌های مطرح مثل علامه، مثل امیرکبیر، مثل جای مختلف خیلی کمتر می‌بینیم. خیلی باشه انشالله. یه نکته‌ای که تو فضای دانشجویی خیلی مهمه بحث نشریاته، بحث نوشتنه. حالا هنوز زمانی که انجمن اسلامی پا نگرفته بود، شما فعالیت تشکیلاتی داشتین، فعالیت نوشتاری و مکتوبات داشتین. یه خورده میخوام از اهمیت این فضا برامون تعریف کنین، چون فکر میکنم حداقل توی تحکیم یا توی خیلی از تشکل‌های دیگه این اهمیت به فضای مکتوب داره روز به روز کمتر و کمتر میشه. من فکر کنم این مسئله تنها مبتلا به تحکیم نیست، کلا جریان دانشجوی انقلابی و حزب اللهی خیلی به نشریات اهمیت نمیده و چندان جدیش نمیگیره، برخلاف طیف مقابل ما و مخصوصا بچه‌های اصلاح طلب که کاملا نشریات براشون یک مجرای فعالیت بسیار مهمه و خیلی براشون اهمیت داره که تو این فضا فعالیت بکنن. ما چندان جدیش نمیگیریم، براش برنامه‌ای نداریم و فکر میکنیم که حالا محلی از اعراب نداره تو فضای فعالیت دانشجویی. من به خاطر همون اهمیتی که برای فضای نشریات قائلم و علاقه‌ای که خودم دارم به این فضا، همون موقعی که تو علامه بودم، چه تو نشریات بسیج دانشگاه و چه حتی نشریاتی که وابسته بسیج هم نبود، مثلا ما یک نشریه حوزه زنان داشتیم، سوال بعدیه، که مستقلا فعالیت می‌کردیم و همیشه نشریه برای من یک عرصه اثرگذاری مهم توی دانشگاه بوده و هست. حالا امیدوارم توی این دوره جدید دانشجویی هم بتونیم همچنان اون فعالیت قبلی رو داشته باشیم تو حوزه نشریات، هرچند الان یه مقدار وارد فضای تخصصی تر شدیم که بخوایم تو حوزه نشریات فعالیت بکنیم. مثلا یک نمونهش که فعالیتمون داره جلو میره و حالا در ماه‌های آینده به خروجی میرسه، نشریه‌ای هست در مورد اخوان المسلمین و نقش اخوان المسلمین و بررسی رابطه ایران و حالا اخوان المسلمین، و بیشتر دوست دارم که توی این دوره دانشجویی جدید توی این فضای نشریات فعال باشیم تو دانشگاه علامه، چون به هر حال علامه به خاطر مدل علوم انسانی بودنش خیلی ظرفیت این فضا رو هم داره. بسیار عالی. ما به پایان بخش اول گفتگومون رسیدیم. بریم برگردیم ان شاءالله ادامه گفتگو رو با شما داشته باشیم. سلامت باشین. خواهش می‌کنم. یه نشریه شما داشتین به نام نشریه ریحانه در دانشگاه علامه. از مدل این نشریه و اینکه چی شد این نشریه رو شما شروع کردید برام خود تعریف می‌کنید؟ البته این نشریه برای من نبود، برای خانم سعیده اسدی بود. ما شورای در واقع تحریریه و شورای نویسندگان این نشریه بودیم.
علامه اون موقع نشریه حوزه زنانی نداشت و در واقع یکی از ایده هایی که توی ذهنم آمد با توجه به نشریات حوزه زنانی تحکیم این بود که ما یک نشریه ویژه دختران داخل دانشگاه علامه داشته باشیم و حالا این نشریه با عنوان نشریه ریحانه شروع به کار کرد. من یادم اون موقع هم که ما این نشریه رو منتشر کردیم پیش شماره این نشریه رو دکتر سلیمی رئیس دانشگاه وقت علامه برامون یک یادداشت نوشتن و فرستادن و تشکر کردن از اینکه ما تو حوزه زنان در دانشگاه علامه داریم فعالیت میکنیم و گفتن امیدوارم که این فعالیت ادامه دار باشه و ما همچنان ببینیم که خانوم ها دارن فعالیت میکنن در علامه. این یه دلیل دیگه هم داشت که دکتر سلیمی اینو گفتن، ما همه اون نویسنده های نشریه از دانشکده حقوق بودیم. دانشکده ما دانشکده‌ای هست که جز یک نفر هیئت علمی خانوم نداره و چندان خانوم ها توی اون دانشکده دیده نمیشن. هم تعداد ورودی های خانوم خیلی کمه و هم فعالیت خانوم ها خیلی اونجا مشروط نیست. دکتر سلیمی از این بابت هم خیلی خوشحال بودن که یک نشریه دخترانه‌ای از دانشکده حقوق علوم سیاسی شروع به کار کرده و فکر میکنم حدوداً 5 الی 6 شماره توی اون نشریه ما کار کردیم، چون دیگه بعدش هم همه کسایی که توی اون نشریه بودیم فارغ التحصیل شدیم و نتونستیم به بعدی‌های خودمون بسپاریم. و حالا اون مدتی که این نشریه رو داشتیم بازخوردهای خیلی خوبی میگرفتیم از بچه‌هایی که نشریه رو میخوندن و اتفاقا خیلی علاقه‌مند بودن به اینکه این نشریه همچنان ادامه دار باشه و خودشون هم بتونن داخلش بنویسن. و میگم خب جرقه اصلی نوشتن این نشریه و انتشارش در دانشگاه همون نشریات حوزه زنان تحکیم بود که تو دانشگاه‌های مختلف داشت. بسیار عالی. یکی از چیزایی که بچه علامه خیلی تعریف میکنن دعواهای شما سر برد دانشگاه. فکر می‌کنم علامه اینجوری که هر دانشکده‌ش دفتر داره. بله. برای چیز. یه خود از این دعواها برامون میگید؟ من توی بسیج دانشکده حقوق مسئولیت تامین محتوای بردها با ما بود و ما بردها رو روشون حالا پوستر می‌زدیم و برنامه تعریف می‌کردیم برای هر اتفاق خاصی که می‌افتاد. و اون موقع یادم سر انتخابات ریاست جمهوری 96 بود که ما یک سری این جملات و وعده های عمل نشده آقای روحانی رو زده بودیم به بردمون و بچه های آزاداندیش هم می اومدن اینا رو میکندن و میریختن سد آشغال و ما دوباره اینها رو میزدیم، اینا دوباره این کار رو میکردن. یکی از پیگیری هایی که من و مسئول دانشکده انجام دادیم این بود که رفتیم اون دوتا خانومی رو که این کارو میکردن پیدا کردیم، یعنی فیلم های دوربین مداربسته سالن دانشکده رو برگردوندیم و این 2 نفر احضار شدن به کمیته انضباطی و تعهد دادن. البته اینی که دارم میگم دعوا شد داخل دانشکده و 2 تا دختر همین دونستن کار شما بوده که رفتین چک کردین؟ ما رفتیم دوربینا رو چک کردیم و این 2 نفر رو پیدا کردیم و نهایتا هم یه زد و خوردی هم توی دانشکده شد با من نبایی که از آقایون، یعنی اون خانم‌ها حمله کردن به اون آقای که از اعضای بسیج بود و نهایتا این شد که ما دوباره اون برد رو بردیم بالا. اون موقع انجمن آزاداندیش یک بردی داخل دانشکده داشت که این برد رو داده بود بیرون، با چوب براش طراحی کرده بودن و عکس نفراتی که براشون حالا مهم بود و شاخص بود و روی این برد حکاکی کرده بودن. مثلا آیت الله طالقانی بود، امام موسی صدر بود، شهید بهشتی بود و 3 نفری که پایین برد زده بودن میرحسین بود، زهرا رهنورد بود و کروبی. ما مدام میرفتیم این کروبی، رهنورد و میرحسین رو میکندیم. بعد چوب هم بود، خیلی هم سخت بود، یعنی آقایون معمولا میرفتن میکندن، حالا بقیه بعضی موقع حالا خودمون این کار میکردیم، بعضی موقع آقایون این کار میکردن. ما مدام اینها رو میکندیم، دوباره این بچه‌ها میرفتن چوبا رو سفارش میدادن و اینا رو میزدن. انقدر ما این کار رو تکرار کرده بودیم و این برد چسب چوب خورده بود که دیگه اصلا امکان چسبیدن وجود نداشت. و الان که دوباره رفتم دانشگاه دیدم اصلا دانشگاه کلا اون برد رو کنده و دور انداخته. یعنی انقدر ما این کار رو انجام دادیم که اصلا دیگه بچه‌ها به برد زدن نمیرسیدن روی تابلوی خودشون، همش درگیر اون 3 نفر اون پایین بودن که مدام میبردن میدادن با چوب طراحی میکردن، ما دوباره میرفتیم اونو میکندیم میآوردیم پایین. یکی از ویژگی‌های شخصیتی شما اینه که کتاب خیلی زیاد میخونید. فکر می‌کنم از دوران نوجوانی هم این عادت رو دارین. اول میخوام یه خورده در مورد بحث کتابخوانی و اهمیت مطالعه توی فضای دانشجو برام صحبت کنید و اینکه 3 تا از مهمترین کتابایی که فکر می‌کنید بچه‌ها دانشجو باید بخونن به ما معرفی کنید.
در مورد اهمیت کتابخوانی که فکر می‌کنم حضرت آقا انقدر در موردش صحبت کردن و به بچه‌ها توی هر بار دیدار دانشجویی تاکید کردن که من خیلی لازم نباشه در موردش نه سلامت بشه حرفی بزنم. اون جهانبینی و اون آگاهی رو که کتاب‌ها به ما میدن هیچ وقت چیز دیگه‌ای نمیتونه جاش رو بگیره، نه محتوای تصویری و نه محتوای رسانه‌ای که معمولاً الان خیلی بچه‌ها بیشتر به دنبال همچین محتواهایی هستن. کتاب هم راستش من این مقدار با کتاب معرفی کردن مشکل دارم، چون فکر می‌کنم هر کسی بنابر ذائقه و بنابر روحیات خودش باید کتاب رو پیدا بکنه. 3 کتابی که خودتون خیلی باهاش حال کردید اینو بگید. من اون 3 کتاب رو بخوام بگم، 3 جلدی مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجامه. یکی هم یه مجموعه کتابی دارن آقای قوچانی تازگی‌ها نوشتن. محمد قوچانی؟ بله آقای محمد قوچانی، در رابطه با پارادوکس مارکسیسم اسلامی، لویاتان اسلامی، و یک کتابی هم اخیراً در رابطه با بحران جانشینی در جمهوری اسلامی نوشتن در مورد آقای منتظری و کتاب‌های ایشون. و یک کتاب دیگه که خیلی کتاب جذابیه، هم به لحاظ حوزه زنانی و هم به لحاظ تاریخ سیاسی، کتاب جنگ چهره زنانه ندارد از یک نویسنده اهل بلاروس. بله که خیلی کتاب جالبیه و در رابطه با حضور زنان در جنگ جهانی دومه. بسیار عالی. من حالا جزء سوالات بعدیم بود، همین الان میپرسمش. فکر می‌کنم حوزه تخصصی شما تو بحث مطالعه یه بخشش مارکسیسته و خوندن این جریانات سیاسی. چی شد که سمت این سوی تاریخ رفتید و خواستید مطالعه کنید؟ آیا بر حسب نیاز تشکیلاتی بود یا نه صرفاً علاقه شخصی بود؟ نه، فضای چپ علاقه شخصی من بوده همیشه. من اولین باری که یک کتاب در مورد چپ ها خوندم فکر میکنم کلاس 5 ابتدایی بودم. 5 دبستان. عجب. یک کتابی از کتابخونه گرفتم. این کتابم الان جزو کتاب‌های ممنوع است. من موقع نمیدونستم. ما درگیر بودیم بیشتر بدانیم های کلاس 5 باید بخونی یا نباید بخونی. خب اسم کتاب 52 نفره در مورد شکل‌گیری حزب توده در ایرانه و اولین بار که اون کتاب رو خوندم 5 ابتدایی بودم، خیلی از اون فضایی که ترسیم می‌کرد و اون ایده هایی که اومده بود شرح داده بود خیلی برام جالب اومد، از کمونیسم، از برابری، از اون حرفایی که میزد در مورد رفع استثمار در جهان، و این شد که خیلی علاقه‌مند شدم به فضای چپ و چپ شناسی و دیگه کلا فضای مطالعاتیم به اون سمت رفت و بعدها هم که خب علامه قبول شدم. علامه خب یه دانشگاه چپه دیگه، لحاظ روی کردی و همین دانشگاه جامعه شناسی تهران. و این شد که خیلی توی این فضا قرار گرفتم و علاقه شخصی خودم هم بود، علاوه بر این که خیلی به فضای مطالعات راست و لیبرال خیلی علاقه هم ندارم، مزید بر علت. بسیار عالی. یکی از کارهایی که شما تو تحکیم انجام دادید یعنی کمک به تهیه یک جزوه‌ای بوده. من این جزوه رو حالا با کدوم دوربین من نشون بدم؟ این کتاب تشکیلات، کتابی که خانم پناهی در به اصطلاح تدوینش نقش داشتن و کمک کردن. فکر می‌کنم حالا من فهرستش رو یه دور تیتروار اگه بخوام بخونم: تعریف تشکل، تعریف تشکیلات، تعریف سازمان، حزب، وجوه اشتراک، وجوه تمایز، ویژگی تشکیلات اسلامی، چرا کار تشکیلاتی ضرورت دارد و تا نمونه رفتار تشکیلات از سیره بزرگان. یک کتاب اولا من حالا توصیه میکنم، چون مخاطبین برنامه هم اغلب از دوستان تحکیمی هستن، من توصیه میکنم این کتاب رو حتما مطالعه بکنن. البته اون دوستانی که از سابقون میرن این کتاب رو جزو مراحلی است که باید بگذرونن. میخوام در مورد نوشتار این کتاب و در مورد کمک در نوشتن این کتاب قدری برامون شرح بدید. این کتاب رو ما اگه اشتباه نکنم، چون خیلی فکر کنم حافظم یاری نمیکنه، بعد از سابقونی که برگشتیم دوره آقای گنجی، که همینجا توی پرانتز بگم من اون از سابقون رو یکی از بهترین اتفاقهایی میدونم که توی دوران دانشجویی هر دانشجویی میتونه اتفاق بیفته. واقعا دوره از سابقونی که آقای گنجی اون موقع برای ما گذاشتن جزو فکر میکنم بهترین و کم نظیرترین دوره های آموزشی بود توی اتحادیه. شما بودید 95 هستید؟ بله من بودیم 95. شما سال 96 رفتین از سابقون 97؟ نه همون 95. همون 95 رفتید؟ خب بفهمید. و بعد از اینکه از اون دوره برگشتیم با توجه به نیازها و سوالاتی که حالا بچه‌ها داشتن، تصمیم بر این شد که یک جزوه‌ای به نام جزوه تشکیلات نوشته بشه و حالا یک سری از بچه‌هایی که توی اون دوره از سابقون با هم بودیم
بنده بودم، خانم آورکانی بودن، خانم اقبال زاده بودن از انجمن شریعتی. نفرات بقیه‌شو واقعا خیلی ذهنم یاری نمیکنه که کدوم یک از بزرگواران بودن و تصمیم بر این شد که ما یک جزوه‌ای به نام جزوه تشکیلات داشته باشیم و این شد که حالا یک سری جلساتی گذاشتیم با آقای گنجی و ایشون راهنمایی کردن و نهایتاً شد اون چیزی که الان دست شماست. بسیار هم عالی. من یک نکته‌ای که وجود داره و شاید وجه اشتراکی باشه بین حالا مخاطبینی که برنامه می‌بینن و شما، این بحث المان‌های مشترک تحکیمیه. یکیش از سابقونه، یکیش مثلا برهانه، یکیش شاید مثلا این مجلس‌های مختلفی مثل میان دوره، پایان دوره و غیره. خاطره جالبی از سابقون دارید برامون تعریف کنید؟ چون فرمودیدم خیلی دوست داشتید از سابقون اون سالو. از سابقون من یادمه که از سابقون ما خیلی از سابقون سختگیرانه‌ای بود. آقای گنجی خیلی روی نظم ما تاکید داشتن و ما کلاسامون از 7 صبح رأس 7 شروع میشد تا حدود 11 شب بدون استراحت و روز اول یادم بچه‌ها خیلی بهشون سخت گذشت و روز دوم چند بلند می‌شدید؟ ما برای اینکه درسامون رو مرور کنیم چون امتحان میدادیم همون درسای اون روز دیگه، اول صبح می‌خواستیم 5 صبح بیدار میشدیم، مرور میکردیم، 6 میرفتیم برای صبحانه که 7 دیگه سر کلاس حاضر باشیم. و یادم روز دوم دیگه خیلی بچه‌ها داشتن اعتراض میکردن، البته اعتراض از سمت آقایون بیشتر بود برای مسئله خواب و اینها. آقای گنجی یادم اون موقع به ما گفتن که با یه حالت تقریبا برآشفته هم بهمون گفتن که شماها که خوب الان دارید میخوابید و تایم استراحتتون خیلی خوبه. من کسی رو میشناسم تو تشکیلات که روزی 1 ساعت داره میخوابه. عجب. و بچه‌ها ادعا میکردن که نه، مگه میشه مثلا یک نفری روزی 1 ساعت بخوابه و زنده بمونه؟ و ایشون گفتن بله آقای قائد شرف که الان دبیره روزی 1 ساعت فقط میخوابه. دیگه اینو که گفتن یکم همه شرمسار شدیم و دیگه بعد از اون قوری شنیده نشد نسبت به تایم استراحت. ولی به نظرم اتفاقا مدل پادگانی اون دوره مدل خیلی خوبی بود، یعنی باعث ساخته شدن بچه‌ها واقعا تو اون یه هفته شد و خیلی به لحاظ پربار بودن دوره، به لحاظ کارآمد بودن دوره، میگم جزو دوره‌هایی بود که فکر می‌کنم بی‌نظیر بود توی دفتر تحکیم. از برهان ها نمیدونم زمان شما برهان بوده یا نه، مثلا بله. ارائه های این چنین برهان زنان رو من یادم شرکت کردم، یه برهان در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود. یادتونه مضامینشو که تحقیق کرده بودید؟ مال شورای عالی انقلاب فرهنگی نه واقعیتش، ولی برهان زنان در رابطه با تاریخچه فمینیسم در ایران بود که توی دانشگاه امام خمینی قزوین هم ارائه دادیم. چندم شدید؟ اول شد. بسیارم عالی. خانم پناهی، این آخرین سوال منه. شما علاوه بر این که حالا یک خانومی هستید که هم دارید کار تشکیلاتی میکنید، پژوهشگر حوزه تاریخی، یک مادر هم هستید. شاید توی خانوم هایی که تو تشکیلات ها دارن فعالیت میکنن یک ریزش خیلی زیادی وقتی که متأهل میشن به وجود میاد، دیگه اون فعالیت سابق رو ندارن و میدونم که شما تونستید مدیریت کنید و خیلی موفقید. یه ذره از این مدیریت و اینکه چطور تونستید اون مدیریت کنید برام تعریف میکنید؟ در مورد این همانی فعالیت تشکیلاتی و فعالیت و مادری کردن به نظرم اتفاقا خیلی این همانی سختیه، یعنی حداقل تا یک برهه‌ای شما امکان فعالیت به اون صورت رو ندارید در واقع. هرچند من اولین جلساتم رو وقتی خبرگزاری میرفتم زمانی میرفتم که فاطمه 3 ماهش بود و خیلی خوب کوچیک بود و من دوباره برگشته بودم، ولی این همانی خیلی سخته. اصلا نمیخوام یک تصویری به وجود بیارم که بگم وقتی بچه کوچیک شما میتونید به کارتون ادامه بدید، میتونید به فعالیتتون ادامه بدید. نه، واقعا خیلی سخت میگذره و ممکنه نتونید هم ادامه بدید. ممکنه یک دوره کامل کنار بذارید و بعد حالا برگردید به اون فضا. اما فکر میکنم به ویژگی‌های شخصیتی هر آدمی برمیگرده دیگه. یعنی اگر اون فرد آدم سختگیری نباشه و بتونه حالا خودش رو با اون شرایط وفق بده، اتفاقا میتونه هم حالا به فضای فرزندش و خانوادهش برسه و هم به فضای تشکیلاتش. رک بپرسم، اگر که شما برگردید حالا زمان قبل‌تر یا اگر توصیه بخواد بکنید به خانم‌هایی که دارن فضای تشکیلاتی رو پیگیری میکنن، آیا واقعا موافقید که با شروع تأهل فضای تشکیلاتی باید قطع بشه؟
اون که نه واقعیتش، این یه جور کنار زدن و به حاشیه گذاشتن خانم هاست، ولی اینو یه قیاسی اگر حاشیه گذاشتن خیلی مبتلا بهه ها، یعنی واقعا تو خانم‌های یه مقدار فکر می‌کنم به خاطر سختگیری‌های نابجای خودشون باشه. من اینو برای بچه‌های جدیدالورود انجمن تعریف می‌کردم از یکی از نفرات مؤثر انجمن آزاداندیش علامه، خانم فرشته طوسی، و میگفتم خانم فرشته طوسی که مؤسس انجمن آزاداندیش بود و همچنان هم فعال تو حوزه زنان و جزو نفرات خیلی شاخص و معروف بین بچه‌های اصلاح طلب، خانم فرشته طوسی از زمان کارشناسی متأهل بود، اما این تأهلش و این فضای خانواده‌اش هیچ وقت مانع از فعالیتش نشد. آسیب نزد. من فکر می‌کنم این به این دلیل باشه که ما این فضا رو فضای مبارزه نمی‌دونیم. اگر ما این فضا رو کاملاً مبارزه طور بهش نگاه بکنیم، اتفاقاً همه زندگیمون رو می‌ذاریم برای اینکه توی این فضا بمونیم و فعالیت بکنیم، چیزی که اونها درکش می‌کنن و بهش ایمان دارن، ولی متأسفانه ما خیلی نه. بسیار عالی. من سوالاتم تموم شد. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای جا انداختم، شما توصیه‌ای دارید، صحبتی دارید؟ خیلی ممنونم. خیلی جزئیات گفته شد توسط شما. ممنونم ازتون. سلامت باشین. سلامت باشین. ممنون از دعوتتون. سلامت باشین. ممنون که برنامه رو دنبال کردید. یا علی مدد. خدا نگهدار.